پورچه برای چی میشه؟ ملت مریضن آقا چی پارچه میذاری؟ چی؟ یکی از کثیف‌ترین روش‌های سرقت میان پارچه رو ماده شیمیایی و بیهوشی میریزن. زمانی که شما یه بو می‌کنی از توش میان ماشینتون میبرن. اگه می‌خواید اتفاق نیفته زمانی که این پارچه رو دیدی با سیخ پیشوشی چیزی اینو بندازش و به هیچ وجه دستش ازم بوش هم نکن. این پست خیلی مهمه. بفرست واسه دوستات که دوچار این مدل سرقت نشن. پیجمون فالو کن، ما جدیدترین راه‌های سرقت رو آموزش میدیم. خیلی مخلصم.